لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك. نخستین خانه‌ای که برای عبادت مردم مقرر شد همان است که در مکه قرار دارد و برای جهانیان مایه برکت و هدایت است و در آن نشانه‌های روشن و مقام ابراهیم است. هر کس واردش شود در امان است. حج این خانه برای الله بر کسی که توانایی رفتن به آنجا را دارد واجب می باشد و هر کس انکار ورزد بداند که الله از جهانیان بی‌نیاز است. سفر حج. تهیه و تقدیم محمد انصاری. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. شنوندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز هم با قسمت دیگری از برنامه سفر حج در خدمت شما عزیزان هستیم. دوستان عزیز و گرامی، حجاج بیت الله الحرام، هنگامی که حاجی پس از رسیدن به کعبه مشرفه و آغاز عبادت حج به طواف بیت الله الحرام می پردازد و پروانه‌وار به گرد محور توحید می چرخد، حالت عجیبی را در خود احساس می کند. آری، هنگامی که می بیند هزاران پروانه سفید مانند او با عشق و ولوله دلانگیز زمزمه کنان در حرکتند، به خاطر طاعت پروردگار و فرمانبرداری از اوامر او دارند با او راز و نیاز می کنند و هر کس در عالمی از رویاها و خیالات شیرین خود به سر می برد. اینجاست که بنده مؤمن ارزش این عبادت را احساس می کند و عملا حلاوت و شیرینی آن را در دلش می چشد. واقعا منظر عجیب و پرخاطره است. هزاران انسان متفاوت در همه چیز، از کشورهای مختلف، از قبایل مختلف، با رنگها و اخلاقهای مختلف، اما در عین حالی همرنگ و همشکل و همدل. آری، همدل که فقط ایمان به الله دلهای آنان را به هم نزدیک کرده است و با یک رنگ کردن لباس احرام گویا زبان حالشان فریاد میزند که ما فرزندان یک پدر و مادریم، ما یکی هستیم، لذا همه با یک حالت مشغول یک عبادتن و آن این که سبحان الله گویان، لا اله الا الله گویان و الله اکبر گویان و لبیک اللهم لبیک گویان و با دعا و نیایش و راز و نیازی که هر کسی با زبان خودش دارد با پروردگارش انجام می‌دهد دارند به دور خانه می‌چرخند، طواف می‌کنند، 7 بار به دور خانه می‌چرخند. این عبادت اسمش طواف است. از مقابل حجر الاسود یا سنگ سیاه شروع می‌کنند و به طرف راست که خانه در سمت چپ طواف کننده قرار داشته باشد می‌چرخند. این عبادت است. با این عمل بنده مؤمن خودش را به الله نزدیک می کند، خودش را پیش الله شیرین می کند، ناتوانی و نیازمندی خودش را ظاهر می کند. طبیعی است که این عمل مانند هر عبادت دیگری زمانی ارزش پیدا می کند که مطابق روش و سیرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم انجام گیرد. هر کس درجه پیرویش از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بیشتر باشد، نمرات و جوایز بیشتری خواهد برد. طواف اولین کاری است که حاجی پس از رسیدن به مکه مکرمه انجام می‌دهد. از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت است که فرمودند پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هنگامی که به مکه مکرمه تشریف آوردند اولین کاری که انجام دادن این بود که وضو گرفتند و طواف کردند. جابر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه درباره چگونگی حج پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چنین می‌فرماید: تا اینکه با ایشان به پای خانه کعبه آمدیم،
رکن که منظور حجر الاسود است را استلام فرمودند. آنگاه طواف را شروع کردند. 3 مرتبه نیم دو و 4 مرتبه به طور عادی طواف نمودند. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما می‌فرماید رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هرگاه برای حج یا عمره تشریف می‌آوردند، همین که می‌رسیدند اول طواف می‌کردند و در طواف 3 بار نیمه می‌دویدند و 4 بار آهسته می‌رفتند. آنگاه 2 رکعت نماز می‌خواندند و سپس بین صفا و مروه سعی می‌کردند. دلایل مشروع بودن طواف بیت الله الحرام در کتاب و سنت فراوان است و احادیثی که در این معنی از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل گردیده متواتر است. پس این عمل یکی از طاعات و وسایل قربتی است که مؤمن خودش را به وسیله آن به پروردگارش نزدیک می کند و الله این عمل را از بندگانش دوست می دارد و می پسندد. لذا به آن امر فرموده و تشویق کرده و آن را رکنی از ارکان مهم حج قرار داده است. چنانکه الله سبحانه و تعالی در سوره حج آیه 27 28 و 29 برای حج ندا درده که پیاده و سوار بر هر شتر لاغری که از هر راه دور می آیند رو به سوی تو آرند تا در منافعی که برای آنان هست حضور داشته باشند و نام الله را در روزهای معین بر 4 پایان زبان بسته‌ای که روزیشان داده ایم ببرند و قربانی کنند. آنگاه از آن بخورید و به درمانده بینوا هم بخورانید. آنگاه باید آلایش ها را بزدایند و نذرهایشان را وفا کنند و پیرامون بیت العتیق طواف نمایند. و الله متعال پیامبر اولوالعزم حضرت ابراهیم علیه السلام که او را خلیل یعنی دوست بسیار مهربان خودش خوانده و فرزند ایشان حضرت اسماعیل علیه السلام را مأمور کرده که خانه اش را بسازد و پاک کند و آن را برای طواف کنندگان و قیام کنندگان و رکوع کنندگان آماده کند، چنان که الله سبحانه و تعالی در سوره بقره آیه 125 می فرماید: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. و به ابراهیم و اسماعیل سفارش کردیم که خانه ام را برای غریبان یعنی مسافران و مقیمان و نمازگزاران پاکیزه گردانید. و در سوره حج آیه 26 می فرماید: وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. و چنین بود که برای ابراهیم جایگاه خانه کعبه را معین کردیم و گفتیم که برای من هیچ گونه شریک میاور و خانه ام را برای مسافران و مقیمان و نمازگزاران پاکیزه دار. شنوندگان عزیز و گرامی، از خلال آنچه گذشت در میابیم که طواف بیت الله عبادت بزرگ و طاعت بسیار پرمعنایی است که الله متعال آن را از بندگانش دوست می‌دارد و میپسندد. لذا آنان را بدان امر فرموده است و در مقابل اجر بزرگ و پاداش بسیار عظیمی به آنان عنایت خواهد فرمود. بلکه همچنان که عرض کردیم طواف رکن مهمی از ارکان حج و عمره است. این امر میرساند که طواف چقدر منزلت رفیع و ارزش والایی را داراست، تا جایی که حج و عمره جز با انجام دادن آن ناتمام است. فایده بزرگ و درس مهمی که میتوان از این امر گرفت این است که طواف فقط در یک جا ثابت است و آن بیت الله است. علاوه بر آن در هیچ جایی از جهان طواف درست نیست، زیرا هیچ گونه دلیلی بر مشروعیت طواف در جای دیگر وجود ندارد، بلکه چنین عملی کاملا باطل و گمراهی است که مرتکب آن گویا خانه مخلوق را دارد با بیت الله یکی می‌داند، در حالی که بیت الله صرفاً جهت ذکر و عبادت و توجه به سوی ذات پاک او بنا شده است.
علمای مسلمین در این امر اتفاق نظر دارند که هر گونه طوافی در هر جایی از جهان جز خانه کعبه باطل و گناه است. پس بنابراین طواف کردن به دور قبه ها و ذریح ها و قبرها و سنگ ها و درخت ها و غیره به هیچ عنوان جایز نیست. فرمایشات علما در این خصوص بسیار است. من در اینجا سعی می کنم که به طور اختصار نمونه ای از اقوال علمای مسلمین را بیان کنم. امام نووی رحمت الله علیه می فرماید جایز نیست که به قبر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم طواف شود. مطلب زیادی ذکر می کند. آنگاه می فرماید به مخالفت بسیاری از عوام و کردار آنان نباید فریب خورد، زیرا پس از قرآن کریم فقط احادیث صحیح و اقوال علماست که معیار اقتدا و عمل است. پس به بدعت‌های عوام و دیگران و جهالت‌های آنان نباید توجه کرد. سپس می‌فرماید در صحیحین از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. کسی که در این دین ما چیزی پدید آورد که از آن نیست پس بدعتش مردود است. و در روایت مسلم آمده است که کسی که عملی انجام دهد که در این دین سند ندارد عملش مردود است. و از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت است که فرمود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند قبر مرا جشنگاه قرار ندهید و بر من درود بفرستید که درود شما هر جایی که باشید به من میرسد. فضیل ابن عیاض رحمه الله تعالی می‌فرماید راه‌های هدایت را پیروی کن و از اینکه پیروان آن کم هستند دل مزن و از راه‌های ضلالت و گمراهی بپرهیز و از اینکه پیروان باطل زیاد هستند دلگیر مباش. و اگر کسی گمان می‌کند که دست کشیدن و حرکات نامشروع دیگر باعث حصول برکت می‌گردد در جهالت و غفلت است، زیرا برکت در موافقت شریعت است. چگونه ممکن است که فضیلت و برکت در مخالفت حق باشد؟ شیخ الاسلام رحمت الله علیه می‌فرماید مسلمانان اتفاق نظر دارند که طواف جز به خانه کعبه جایز نیست. پس به صخره بیت المقدس و حجره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و قبه کوه عرفات و دیگر جاها طواف جایز نیست. و همچنین می‌فرماید هیچ جایی در زمین نیست که مانند کعبه طواف شود. کسی که معتقد باشد طواف جز کعبه به جای دیگری جایز است بدتر از کسی است که معتقد باشد نماز به سوی غیر کعبه جایز است. زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هنگامی که از مکه به مدینه هجرت فرمودند 18 ماه یا 16 ماه به طرف بیت المقدس که قبله بود نماز می‌گزاردند. سپس الله متعال قبله را تغییر داد و کعبه را قبله قرار داد و الله این مسئله را در قرآن کریم در سوره بقره بیان فرمود. از آن پس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و بقیه مسلمین به سوی کعبه نماز خواندند و کعبه برای همیشه قبله مسلمانان قرار گرفت، کما اینکه قبله ابراهیم علیه السلام و بقیه پیامبران نیز کعبه بود. پس اگر امروزه کسی صخره بیت المقدس را قبله قرار دهد و به طرف آن نماز بخواند کافر و مرتد است که باید توبه کند، با وجود اینکه بیت المقدس پیش از این هم قبله بوده است. پس کسی که به جای دیگری طواف می کند یعنی چی؟ در حالی که طواف به غیر از کعبه را هرگز الله متعال مشروع نفرموده است. در پرتو سخنان امام نووی و شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمهم الله و دیگر علما مشخص می شود که طواف به هر جای دیگری غیر از بیت الله چقدر خطرناک است که چه بسا خدای نکرده ممکن است انسان را به شرک بکشاند، در حالی که ممکن است کسی از روی ارادت و محبت این کار را انجام دهد، اما شیطان دشمن آشکار انسان است. پس نباید برای او زمینه فراهم کرد. با کمال تأسف امروز می‌بینیم که در بعضی جاها مردم مسلمان از روی جهالت و سادگی و بر اثر ناآگاهی دارند به دور قبرها یا قبه‌ها یا ضریح‌ها و یا زیارت‌ها و غیره طواف می‌کنند. واقعا کار نادرستی است، زیرا چنین عملی از نظر شرعی نه تنها سندی ندارد که 100% غلط است، چون ما در هیچ جای قرآن و سنت که دو منبع اساسی اسلام هستند نداریم که مثلا قبر فلانی یا ضریح فلانی را باید طواف کرد.
پس این اشتباه بزرگ که ابتدا از روی محبت و ارادت شروع می شود و با کمک و فریب شیطان ممکن است خدای نکرده انسان را به شرک و کفر بکشاند. پس علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد. شنوندگان عزیز و گرامی، امیدواریم که الله سبحانه و تعالی به ما و شما توفیق عنایت فرماید که همه عبادت ها و مناسک حج خود را خاص مطابق قرآن کریم و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم انجام دهیم تا قبول درگاه حق تعالی گردد. تا فرصت دیگر در پناه حفظ پروردگار متعال باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. نخستین خانه‌ای که برای عبادت مردم مقرر شد همان است که در مکه قرار دارد و برای جهانیان مایه برکت و هدایت است و در آن نشانه‌های روشن و مقام ابراهیم است. هر کس واردش شود در امان است. حج این خانه برای الله بر کسی که توانایی رفتن به آنجا را دارد واجب می باشد و هر کس انکار ورزد بداند که الله از جهانیان بی‌نیاز است. سفر حج. تهیه و تقدیم محمد انصاری.